صحبت‌های من رو که در برنامه حال یا هرگز از تلویزیون ایران اینترنشنال حذف شده. این بخش حذف شده از صحبت‌های من برمیگرده به ابلاغیه‌ای که وزارت کشور دولت رضاشاه بزرگ برای اجرای قانون کشف حجاب به ارگان‌های مختلف فرستاده. این رو بشنوید و بعد بپرسید که چرا این رو حذف می‌کنند از برنامه‌شون. ابلاغیه‌ای هست به تاریخ 27 آذر ماه 1314، یعنی تقریبا یک ماه قبل از فرمان کشف حجاب 17 دی ماه 1314. اصلاح وضع نسوان و تربیت آنها یکی از مهمترین اصلاحات اجتماعی به شمار می رود. مادام که نصف جامعه مستور و از برکت علم و تربیت و زندگانی اجتماعی خارج و دور باشد، به اصطلاح عوام ضعیفه، ناقص العقل بیش نبوده، مانع ترقیات و تمدن مملکت خواهد بود. بنابراین در درجه اول حکام و مأمورین دولتی که عهدهدار اداره کردن حوزه مأموریت خود میباشند باید به تمامی معنی به اهمیت این موضوع یعنی کشف حجاب پی برده خود را آماده و وظیفه‌دار اجرای این منظور بدانند و با یک عزم راسخی در پیشرفت آن کوشش نمایند. زن جاهل و پرده‌نشین قادر به حفظ حیثیت و شرافت خود نبوده، همیشه دستخوش مردها خواهد بود و نمیتواند کمکی برای عائله و شوهر خود باشد و دائما محتاج به یک قیم و صاحبی خواهد بود. اگر زن تربیت شده و داخل اجتماع باشد، بهتر میتواند امور خانوادگی و منافع خود را اداره کند و پشتیبان حقیقی برای مرد خود باشد. برای حصول نتیجه مطلوبه اقدام به این منظور یعنی کشف حجاب بدواً باید از محیط معارف اقدام شود، یعنی ابتدا از مدیرهای دبستانها و محصلات شروع شده و به سایر طبقات بسط نماید. در این باب دستور جامعی به رؤسای معارف هر محل از طرف وزارت معارف داده شده. طرز عمل باید طوری باشد که پیشرفت مقصود یعنی کشف حجاب دائما تأمین شود. در مرتبه اول باید دبستان‌ها و مدارس دخترانه شروع کنند و مأمورین دولتی اقدام و مجالسی با خانواده‌های محترم و تربیت شده تشکیل دهند. با نهایت بشنوید اون بخشی از